مهندس، دکتر، پولدار، فقیر، کارگر، کارخونه دار، تنها چیزی که میتونیم از این دنیا با خودمون ببریم همین کفنه. بس این همه حرص مال دنیا رو نخور. کجا رفت مهر و محبتا؟ کجا رفت اون روزایی که تو خونه بزرگترا دوره سفره همه جمع میشدن، بزرگ و کوچیک، حتی با ساده ترین غذا، ولی دل همه خوش بود. الان خواهر از خواهر نمیپرسه، برادر از برادر نمیپرسه، مهر و محبتا کم شده، رفت و آمدا کلن قطع شده. حتما باید کسی بمیره که تو این قبرستون بتونی فک و فامیلتو ببینی. حتما باید یکی از دنیا بره که خانواده اینجا دور هم جمع بشن. قدر لحظه به لحظه زندگی تو بدون، اینقدر دنبال منفعت و پول نباش. محبت که دیگه پول نمیخواد.